سلام و خیلی خوش اومدید به هوش خودکار. امروز می‌خوایم بریم سراغ جنبه خیلی جالب از هوش مصنوعی که شاید کمتر بهش پرداخته شده. معمولا وقتی حرف از AI میشه، ذهن‌ها میره سمت ساخت نرم افزار یا مشاوره‌های خیلی فنی. اما یه فرصت عظیم دیگه هم هست. اونم توی صنعت خدمات سنتی، جایی که هوش مصنوعی داره بی صدا سیما وارد میشه و کسب و کارهای خدماتی رو به مدل‌های فوق‌العاده سودآور و مقیاس پذیری تبدیل میکنه. آماده اید که این موضوع رو با هم باز کنیم؟ سلام، بله، دقیقاً همینطوره. ببینید وقتی صحبت از اندازه بازار میشه، همه سریعاً به بازار مثلا آژانس‌های اتوماسیون هوش مصنوعی فکر میکنن که خب حدود 11 میلیارد دلاره. یا بازار نرم افزار به عنوان سرویس، ساز، که خیلی بزرگتره، حدود 300 میلیارد دلار. اما این اعداد در مقابل بازارهای خدماتی سنتی واقعاً کوچیک به نظر میان. مثلا بازاریابی دیجیتال چیزی حدود 600 میلیارد دلار تخمین زده میشه، یا خدمات استعدادیابی و استخدام حدود 800 میلیارد دلار. یعنی ما داریم از بازارهای تریلیون دلاری صحبت میکنیم. تریلیون دلار، عجب ارقامی. و نکته جالبتر این که شرکت‌ها همین الان دارن برای این خدمات هزینه میکنن، درسته؟ اینطور نیست که بازار جدیدی باشه. دقیقاً نکته همینه. این پولیه که همین الان داره خرج میشه. شرکت‌ها به آژانس‌های بازاریابی، به شرکت‌های استخدام پول میدن. حالا هوش مصنوعی داره یه موج جدیدی ایجاد میکنه که ما بهش میگیم آژانس‌های خدماتی اول هوش مصنوعی. AI First Service Agencies. آها، AI First Service Agencies. خب اینها دقیقاً چی کار میکنن؟ فرقشون با آژانس‌های معمولی چیه؟ فرق اصلیشون اینه که اینها نمیان صرفاً یه ابزار هوش مصنوعی بفروشن. اینها تخصص سنتیشون مثلا بازاریابی یا استخدام یا سئو رو با لایه‌های عمیق هوش مصنوعی و اتوماسیون ترکیب میکنن. یعنی AI میشه موتور محرک پشت صحنه برای ارائه همون خدمات سنتی، اما خیلی بهینه‌تر و مؤثرتر. پس یعنی به جای اینکه بگن ما از AI استفاده میکنیم، تمرکزشون روی نتیجه‌ایه که به مشتری میدن. مثلا میگن ما برات سرنخ فروش بیشتری میاریم یا کمک میکنیم بهترین نیرو رو استخدام کنی. دقیقاً. مشتری دنبال نتیجه است. مشتری نمیخواد یه ابزار دیگه به 10 ابزاری که داره اضافه کنه و خودش یاد بگیره چطور ازش استفاده کنه. مشتری سرنخ فروش میخواد، استعداد بهتر میخواد، رتبه بالاتر تو گوگل میخواد. این که شما از هوش مصنوعی استفاده میکنید، خب این ابزار شماست برای اینکه اون نتیجه رو بهتر، سریعتر و نکته مهم با حاشیه سود بالاتر برای خود آژانس تحویل بدید. این خیلی جالبه. مثالهایی مثل کولد آیکیو یا راکت بوم رو داشتیم که اشاره کردید. کولد آیکیو رو گفتید با تیم کوچیکی سالی 6 میلیون دلار درآمد داره. این واقعا چطور ممکنه؟ خب ببینید، Cold IQ یه آژانس تولید سرنخلی جنریشن هست. کاری که اونها میکنن اینه که به جای فرستادن ایمیل های جنرال و انبوه، از هوش مصنوعی استفاده سنگین میکنن. یعنی AI هزاران پروفایل لینکدین، وبسایت شرکت‌ها، اخبار صنعت و منابع دیگر رو تحلیل میکنه و بعد برای هر مخاطب بالقوه یه ایمیل کاملا شخصی سازی شده مینویسه. شخصی سازی شده یعنی چی دقیقاً؟ چقدر شخصی؟ یعنی ایمیلی که دقیقاً به نقاط درد یا نیازهای مشخص اون فرد یا شرکت اشاره میکنه. مثلا اگه یه شرکت اخیراً سرمایه‌گذاری جذب کرده، AI اینو تشخیص میده و ایمیل رو طوری تنظیم میکنه که به این موضوع اشاره کنه و بگه چطور خدمات Cold IQ میتونه در این مرحله رشد بهشون کمک کنه. این سطح از تحقیق و شخصی سازی در مقیاس بالا قبلا تقریبا غیر ممکن یا بسیار پرهزینه بود. آها، فهمیدم. پس این کار باعث میشه نرخ پاسخ به ایمیل ها و تبدیل سرنخ ها خیلی بالاتر بره. دقیقاً. و چون بخش زیادی از این فرایند تحقیق و نوشتن اولیه توسط AI و اتوماسیون انجام میشه، هزینه‌های عملیاتیشون به شدت پایینه. این یعنی حاشیه سود بسیار بالاتر از آژانس‌های سنتی که عمدتاً متکی به نیروی انسانی برای کارهای تکراری هستند. آژانس‌های سنتی معمولاً حاشیه سود پایین، شاید 20-30% دارن و مقیاس پذیریشون هم محدوده. برای رشد باید آدم استخدام کنن.
درسته و این حاشیه سود بالاتر به این آژانس‌های AI First اجازه میده که احتمالاً قیمت‌های رقابتی تری هم ارائه بدن یا حتی مدل‌های قیمت‌گذاری متفاوتی داشته باشن. بله دقیقاً. یکی از جذابترین مدل‌ها قیمت‌گذاری مبتنی بر نتیجه یا Outcome Based Pricing هست. قیمت‌گذاری مبتنی بر نتیجه یعنی چی؟ یعنی آژانس بخش قابل توجهی از درآمدش رو یا حتی تمامش رو فقط وقتی دریافت میکنه که به نتایج مشخصی که از قبل با مشتری توافق شده برسه. مثلا میگن به ازای هر سرنخ فروش واجد شارعی که تولید میکنیم اینقدر میگیریم، یا اگه تونستیم فلان موقعیت شغلی کلیدی رو براتون پر کنیم اینقدر میگیریم. وای، این فوق‌العاده است. یعنی ریسک رو کاملا از روی دوش مشتری برمی‌داره. همینطوره و اعتماد خیلی زیادی ایجاد میکنه، چون نشون میده آژانس به توانایی خودش برای رسیدن به نتیجه ایمان داره و حاضر توی موفقیت مشتری شریک بشه. این مدل کسب و کار همونطور که گفتید 2 فرصت بزرگ رو باز میکنه. یکی این که میتونن برن تو اقیانوس قرمز و با شرکت‌های بزرگ که الان مشتری آژانس‌های سنتی هستن رقابت کنن، چون ارزش و قیمت بهتری ارائه میدن. بله، دقیقاً. میتونن بگن ما همون نتیجه رو یا حتی بهترش رو سریعتر و شاید با هزینه کمتر بهتون میدیم. و فرصت دوم ورود به اقیانوس آبی کسب و کارهای کوچکتر و متوسط SMB ها هست. شرکتایی که شاید قبلا نمیتونستن از پس هزینه‌های سنگین آژانس‌های سنتی بر بیان. کاملا درسته. این خدمات بهینه شده با AI این امکان رو فراهم میکنه که با قیمت‌های پایین‌تر به این بازار عظیم و دست نخورده خدمت رسانی کرد. این شرکت‌های کوچیک‌تر هم نیاز به بازاریابی، استخدام و بقیه خدمات دارن، ولی بودجهشون محدودتره. حالا میتونن به این خدمات دسترسی پیدا کنن. خب، حالا سوال اینه که چطور میشه یه همچین کسب و کاری راه انداخت؟ چه چیزهایی لازمه؟ کلید اصلی ترکیب 2 چیزه. یکی تخصص عمیق توی یه حوزه کاری مشخص، مثلا بازاریابی B2B یا استخدام نیروهای فنی یا سئو محلی. و دومی تخصص فنی در پیاده‌سازی هوش مصنوعی و ابزارهای اتوماسیون. پس فقط بلد بودن کار با چت جی پی تی کافی نیست؟ نه اصلاً. ببینید ابزارهای مثل چت جی پی تی عالی‌ان، ولی معمولاً فقط بخشی از راه حل هستن. قدرت واقعی وقتی آزاد میشه که شما بتونید فراتر از این ابزارهای آماده برید و گردشکارهای اتوماسیون سفارشی بسازید. اینجاست که پلتفرم‌هایی مثل N8N یا Make.com وارد میشن. اینها پلتفرم‌های اتوماسیون بصری هستن که به شما اجازه میدن ابزارهای مختلف، API ها و مدل‌های هوش مصنوعی رو مثل قطعات لگو به هم وصل کنید. آها، پس نیازی به کدنویسی خیلی سنگین هم نیست لزوماً. نه همیشه. این پلتفرم ها به اصطلاح لو کود یا نو کود هستن، یعنی با دانش فنی متوسط هم میشه کارهای بزرگی باهاشون انجام داد. البته داشتن درک فنی عمیق‌تر یا همکاری با افراد فنی قطعاً کمک میکنه تا سیستم‌های پیچیده‌تر و کارآمدتری ساخت. این فرایند میتونه تدریجی هم باشه. میشه از اتوماسیون کارهای کوچیک و تکراری شروع کرد و کم کم به سمت سیستم‌های هوشمندتر و کاملتر رفت که بخش عمده‌ای از ارائه سرویس رو خودکار میکنن. و در بعضی موارد این فرایند اونقدر پیشرفت میکنه که خود سرویس تبدیل به یه محصول میشه. اشاره کردید به محصول سازی یا پروداکتایزیشن، مثل هپی کاپی که برای نوشتن ایمیل و خبرنامه استفاده میشه. بله، این هم یه مسیر ممکنه. وقتی شما یک فرایند خدمتی رو اونقدر استاندارد و خودکار میکنید که مشتری بتونه به صورت سلف سرویس ازش استفاده کنه، در واقع اون رو محصولی کردید. این میتونه راه خوبی برای مقیاس پذیری حتی بیشتر باشه. اما و این نکته مهمیه، محصول سازی هدف نهایی یا حتی مطلوب برای همه نیست. چرا؟ به نظر میرسه که مدل ساس خیلی جذابه، ولی واقعیت اینه که خیلی از مشتری‌ها، مخصوصاً شرکت‌های بزرگتر، ترجیح میدن نتیجه نهایی رو بخرن. اونها نمیخوان یه ابزار دیگه به مجموعه ابزارشون اضافه کنن و مسئولیت استفاده و نتیجه گیری ازش رو به عهده بگیرن. اونها میخوان یه شریک خدماتی داشته باشن که مشکلشون رو حل کنه.
بنابراین باقی موندن به عنوان یک آژانس خدماتی فوق‌العاده کارآمد با پشتوانه قوی AI یک استراتژی کاملاً معتبر، پایدار و بسیار سودآوره. لازم نیست همه به سمت SaaS برن. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع داشته باشیم، هوش مصنوعی داره یه تحول بزرگ ولی شاید کمتر دیده شده رو توی صنعت خدمات رقم میزنه، با ایجاد مدل‌های کسب و کار جدیدی که کارآمدتر، مقیاس‌پذیرتر و سودآورتر هستن. دقیقاً. و کلید موفقیت در این مدل‌ها تمرکز بر ارائه نتیجه بهتر به مشتریه، نه صرفاً استفاده از AI به عنوان یک کلمه دهن پر کن. این هوش مصنوعی و اتوماسیون باید در خدمت بهبود واقعی خدمات و نتایج مشتری باشه. و این فرصت‌ها هم در رقابت با بازیگران سنتی و جا افتاده وجود داره و هم در خدمت رسانی به بازارهای جدیدی که قبلا دسترسی به این خدمات نداشتن. بله، فرصت‌ها واقعاً گسترده است. عالی بود. و خب این بحث ما رو به یه سوال جالب برای شما که دارید گوش میدید میرسونه. یکم فکر کنید. توی صنعت یا حوزه کاری خود شما کدوم خدمات سنتی هستن که به نظرتون پتانسیل این رو دارن که با استفاده هوشمندانه از هوش مصنوعی و اتوماسیون متحول بشن؟ چه کارهایی هست که الان خیلی دستی و تکراری انجام میشه و میشه بهینه‌ترش کرد؟ سوال خیلی خوبیه. شاید جواب شروع یک کسب و کار جدید باشه. دقیقاً. خب امیدواریم از این بررسی عمیق و گفتگوی امروز لذت برده باشید. برای اینکه محتوای بیشتری از ما ببینید و همراه ما باشید، یادتون نره که حتما کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید. اونجا ویدیوها و تحلیل‌های بیشتری در مورد هوش مصنوعی و کاربردهاش داریم. ممنون که با ما بودید. تا دیداری دیگر.